مثلا توی مراسم‌های خواستگاری خانواده دختر سوال میکنن، میگن پسر شما سربازی رفته؟ چون مهمه، این فردا میخواد چیزی به نام بزنه، معامله کنه، میخواد سفر خارجی بره و نمیتونه. به محضی که از سربازی پسر سوال کردن، مادر پسر جواب داد، گفت بله حاج آقا، 2 سال در خط مقدمه که لشاف کلن بودن اونجا فعالیت میکردن. مشخصه که اهل دراگون هستید و در وارها شرکت فعال. این چه بازی اومدین؟ میشد بازی، مسخره بازی. شب تا صبح بشینی، نور چشم بذاری، قلعه های مردم رو خراب کنی، سکه هاشون رو بدزدی، لنگ زور از خواب پاشی چشا پف کرده ببینی قلعه خودت هم سرویس کردن. کمر بازی نشد. یا مدرک تحصیلی رو سوال میکنن. به یه بابایی گفتن چند تا پسر داری؟ مدرک تحصیلیشون چیه؟ گفت من 4 تا پسر دارم، اولی مهندس راه، دومی مهندس مواد، سومی مهندس کشاورزی و 4می دزده. گفتن اون دزده رو خونه بیرونش کن. گفت اون خرج این 3 نفر رو میده و اینو مدرک دست. تصویری که میبینید آخرین تلاش ها و دست و پا زدن های موجودی است که نسل او در حال انقراض می باشد. موجودی به نام خواستگار. این موجود در طی اعصار قرون سعی کرده است که با همزیستی مسالمت آمیز و با تطبیق خود با محیط و جغرافیا و تاریخ نسل خود را حفظ کند. اما در این 2 دهه اخیر نسل او به طور کامل در حال انقراض است، جوری که در آینده سوال امتحانی کتب تاریخ بچه‌های مدارس خواهد شد که خواستگاران که بودند، چه کردند و چرا منقرض شدند. در تصویر می‌بینید این موجود آخرین تلاش‌های خود را می‌کند. حتی از کد شلوار جذاب و منحصر به فرد خاص استفاده می‌کند. کت شلواری که برگرفته شده از پرده اتاق خواب یا سفره رومیزی میز صبحانه یا رومبلی. او با دسته بزرگتر از گل‌های رز و با تلاش بسیار سعی می‌کند که با ظاهری فریبنده و خاص و جذاب و جدید از خانواده دختر دلربایی کند. اما ابله تر از آن است که این موضوع را درک کند. این کارها جواب نمیدهند. دوستی میگفت برای برادر کوچکترم خواستگاری رفته بودیم. پدر دختر گفت پسر شما کار، ماشین، پول و خونه داره. من گفتم حاج آقا اگر اینها رو میداشت مگر مرض داشت که خودش رو بدبخت کنه؟ پدر عروس دید که حرف من منطقیه، گفت مبارک باشه انشاءالله. عجیب و غریب اینجاست که این موضوع یعنی خواستگاری و این موجود یعنی خواستگار تا کجا و به چه گونه‌ای به نسل و دوام و بقای خود ادامه خواهد داد. مادر هراسان وارد منزل شد. به دخترش گفت دخترم. بخت دختر خاله ناهید بالاخره باز شد. دختر با تعجب پرسید چطور؟ گفت برای او خواستگاری آمده است که صاحب چندین شرکت بازرگانی در ایران و خارج، صاحب ویلاهای متعدد در تهران و شمال و کیش و صاحب چندین میلیون دلار ثروت است. همینطور که توضیح میداد اشک در چشمان دختر حلقه بست. حرفهای مادر که تمام شد دختر با آه گفت مامان، بخت دختر خاله ناهید باز نشده. اون دقیقاً بختش جر خورده. بخت همه شما جر و جرباد انشاءالله. رضا رشیدپور میگفت من قبلا در ماست موسی رو لیس میزدم برای لذتش، اما الان لیس میزنم واسه قیمتش. شرایطش فهم کن. دقت کردین این ماست موسی داستان عجیبی داره. در ماست موسی رو وا میکنی بیشتر از داخل ظرف رو در چسبیده. آدم میمونه بخوره نخوره، خب نگاه میکنن خجالت میکنه. بعد تا از ظرفش 2 قطره آب زیپو مونده میخوره، میگه حداقل اونم میذارم اونجا میگیره. من یه پیشنهادی دادم، گفتم کارخونه‌های لبنی بیان اصلا ماست رو روی در سوار کنن. والا ما ظرفو برداریم از رو در شروع کنیم ماست خوردن، همه بدونن مدلش اینجوریه. حداقل رضا رشیدپور میگفت رفته بودم خونه‌ای که از فامیل دیدم پسر بچه 11 سالش گیتار میزنه، 14 ساله پیانو. گفتم یا للعجب از ذوق و استعداد و هنر بچه‌های امروزی. میگم لحظه‌ای من یادم اومد از دوران کودکی خودمون که نهایت هنری که داشتیم این بود که با زیر بغل مثلا صدا در می آورد. آقایون مثل که خاطرات زنده شده است. یا این که میگم مسابقه آروغ میذاشتیم با همر که طولانی تر آروغ بزن و اول شد.
تهش دیگه هر کی شیشکی محکم‌تر میزد اون اول بود. مثلا تو باید خوراکی ها بده اون بخور. از روزی که ازدواج کرده بودن زن حتی یک جمله عاطفی از مرد نشنیده بود. همین سردی عاطفه باعث شده بود که زن دچار بیماری بشه و سردردهای مکرر به سراغش بیاد، سردردهای شبیه حمله های میگرنی، تا اینکه یک شب این سردرد انقدر اوج گرفت تا به تهوع زد. تازه اونجا بود که مرد متوجه شد که زنش از یک درد عمیق رنج میبره. سریع خودش آماده کرد. مرد شغلش موتور سواری بود. با موتور توی بازار کالا و مسافر جابجا میکرد و لقمه نونی در می آورد. توی کوچه موتور رو هندل زد و روشن کرد و زن رو صدا زد که سریع بیا سوار شو ببرمت درمانگاه. زن دست پاچه شده بود، دست و پاشو گم کرده بود. برای اولین بار بود که میخواست سوار موتور شوهرش بشه. وقتی که خواست سوار بشه، وقتی نیم کلاش کرد و موتور حرکت کرد، زن نزدیک بود زمین بخوره و مرد فریاد زد چه خبرته؟ چرا اینجوری میکنی؟ زن گفت من تا حالا موتور سوار نشدم، میترسم، نمیدونم باید چی کار کنم. در این لحظه مرد گفت از پشت منو محکم بغل کن. این جمله منو محکم بغل کن برای زن یک جمله احساسی تلقی شد. صورت زن از خجالت سرخ شد. مرد را از پشت گرفت در حالی که خجالت میکشید. تو مسیر درمانگاه لحظه به لحظه حال زن بهتر و بهتر شد. وقتی جلوی درمانگاه رسیدن، زن به شوهرش گفت من حالم خوب شده، میتونیم برگردیم خونه. مرد به خونه برگشت، اما هیچ وقت نفهمید که چرا زنش حالش خوب شد و هیچ وقت متوجه نشد که جمله منو محکم بغل کن برای زن یک جمله عاطفی و احساسی تلقی شده و انقدر به اون انرژی و امید به زندگی داده که حال روزش خوب شده. شما نگاه کنید الان تبلیغات ماهواره رو ایرانیای اون برن دارن تبلیغ میکنن. آیا رنج میبرید؟ آیا از کوتاهی قد خود رنج میبرید؟ آیا از موهای کچل خود رنج میبرید؟ ما برای کوتاهیش و کچلیتون هیچ کاری نمیتوانیم بکنیم، اما رژودرم کف پا را ترک ها را برطرف. عزیزان من متوجه شدم شما همه عروسی واجب هستین. خدا شاهده، برید عروسی مقدار برید. از ظاهرتون مشخصه شما همش در مراسم عزا و ختم و جور چیزها شرکت میکنید که ختم ما ایرانیون با همه جای دنیا بود. دوستی میگم مراسم ختم بابا یکی از رفقا بودیم، چلو گوش میدادن نهار، خیلی هم گوشت پرپیمونی بود. بغل دستیم با آرنج زد بهم گفت محمد نگاه کن این ختمه، توف تو ختم بابات. جنگ اول و صلح آخر، ضرب المثل قدیمی که مصداق فیلمی است که شما میبینید. من خواهش میکنم این جدال و این مبارزه را هادی عامل برای شما گزارش بدهد. روی تشک دو، ببخشید انا تشک نرفته توی تالار حرکت میکنه، هر روز از سمت راست یه ضربه بارانداز به اون میزنه و شمع از پهنا فرو میکنه تو سوراخ دماغ داماد خشمگین میشه، نصف گیگو بلند میکنه از پهنا تو حلق عروس. حالا زیر یه خمو گرو گرفته، پالتو رو میخوابونه، پالتو رو برمیداره، سالتو رو میخوابونه، هر حرکت میکنه از سمت راست. یه بار دیگه دستو گرو گرفته زیر پای کندر میپیچونه. بونم هادی جان شلوغش کردی، اجازه بدین من ادامه گزارش رو خدمت شما عرض کنم. از قدیم اون ایام برای بشریت سوال بوده است که چرا عروس‌ها لباس سفید می‌پوشند و دامادها مشکی. چون در شبی به نام شب عروسی عروس به خانه بخت می‌رود و خوشحال است و داماد برای بردن عروس به خانه بخت بدبخت می‌شود و سیاه می‌پوشد. عروس اشتباه بزرگی می‌کنی، این تنها فرصتی است که تو در زندگی داری. عروس دامادو ببوس یالا. عروس بلند شو، خجالت بکش، خامه‌ها رو پاک کن و دوباره زندگی رو شروع کن. منو جواد استاد ایرج مهدیان با آهنگ‌های خاطر انگیز و دوست داشتنیش. نزار این مرد قایقران تو این دریای ناآرام، بمیرم من دلم تو این بندر اسیرم من. و احسان افشار پسر رضا افشار عزیز که صدای فامیلی دو رو عالی شدید ساخته. بریم فامیلی دو رو عاشقتونی عزیزم که بغل منه، اشبه الناس به فریدون آسراییه. خیلی قیافش میخوره فریدون آسرایی. دقیقتون نزدیک چه قشنگم میخنده این خودش. اون آهای خوشگل عاشق بخون. آهای خوشگل عاشق، آهای عمر. وای مشکام، رفتم تو اینترنت نگاه کردم دیدم سایتی که از خودروسازای داخلی ما رنکینگش تو دنیا 700، اون وقت بنزین BMS 13000. من دیگه حرفی ندارم. مشکام
تمام رو چشم داشت نوکرتم، حتما برات جورش میکنم. بابا این حرفا چیه؟ ما مخلص شمایی، ارادت دارم کامل، خانوادگی، خیلی دوست دارم. سلام برسون، خدا نگهدارت. عوضی رو مخی. اصلا یادت هر سال زمستون لباسامونو که در می آوردیم توش پول پیدا می‌کردیم، چقدر ذوق می‌کردیم. خیلی باحال بود. امسال چی پیدا کردی؟ امسال دستکش و ماسک. چه سالی بود این سال؟